منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از مهمترین قواعد اصولی دین مبین اسلام که بسیاری از احکام نیز بر آن قاعده بنا شده، مسئله سد ذریعه هستش. سد ذریعه یعنی بستن هر راهی که منجر به فتنه، فساد، ضرر و زیان و هر یک از محرمات شرعی بشه و قاعده قرار دادن این اصل و وجود این اصل در واقع دلالت از سماحت و وسعت و یسر و آسانی این دین عظیم الهی داره. مسئله حجاب زن و پوشیدن آن حجاب و لباس شرعی و حفظ و مسئولیت زن بدین وسیله در واقع یکی از احکامی است که میتوان آن را بر مبنای این قاعده و این اصل بیان کرد. یعنی این امر، این حجاب بنا به این اصل و یا اینکه یکی از حکمتهای اون همین اصل هستش. اصل سد ذریعه یعنی بستن راهی که دچار و یا یعنی بستن راهی که منجر به فتنه و فساد و گناه و محرمات میشه. متاسفانه امروزه بی‌حجابی و بدحجابی در بسیاری از جوامع اسلامی ما به یک امر عادی تبدیل شده و شاید هم در بعضی از جوامع اسلامی، متاسفانه که این امر رو ذکر میکنم، در بعضی از جوامع اسلامی به یک هنجار و ارزش تبدیل شده و هر که با بی‌حجابی و بدحجابی مبارزه کرد و سعی کرد که زنهای مسلمان را به حجاب و پایبندی به احکام دین وابداره، اون شخص متحجر، واپسگرا و شخصی بسیار فرهنگ پایین تلقی میشه و چه بسا با اونها مبارزه و دشمنی خواهد شد. مسئله بی‌حجابی امروزه در جوامع اسلامی به یک مشکل و معضل بزرگی تبدیل شده، زیرا خیلی از ماها که مسئول راهنمایی و هدایت و ارشاد خواهران و دختران خود هستیم، این مسئولیت رو فراموش کردیم. اگر هر یک از ما، مثلا بنده خواهر خود رو که در دانشگاه هستش، اون رو راهنمایی بکنم، اون رو ارشاد بکنم که با حجاب اسلامی به دانشگاه بره و ایشون نیز این امر رو از من قبول بکنه و به دیگر خواهران دانشگاهی خودش برسونه و به دیگر همکلاسیاش برسونه و یا اینکه به دیگر دوستاش برسونه، خب 100% جامعه ما اصلاح خواهد شد. اگر یکایک ما این مسئولیت رو جامعه عمل بپوشونیم و احساس مسئولیت بکنیم، خیلی از این مشکلات ما حل میشه. اما متاسفانه بسیاری از ماها و شاید اکثر ماها از این مسئولیت ها شانه خالی کرده و هرگز متوجه این مسئولیت سنگین خود نیستیم، در حالی که
الله متعال در این زمینه، در زمینه عدم امر به معروف و نهی از منکر، آیه ای رو نازل کرده که بسیار عقاب خطرناکی رو در این آیه ذکر کرده. الله متعال در این زمینه می‌فرمایند: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله متعال کسانی از فرزندان اسرائیل را بر زبان داوود و عیسی فرزند مریم لعنت کرد، به این خاطر که آنها عصیان و سرپیشی کردند از فرامین الله و تجاوز کردند. تجاوز آنها و سرپیشی آنها چه بود؟ تجاوز و سرپیچی آنها الله متعال می‌فرماید کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه، آنها از کار منکری که انجام میدادند همدیگر رو باز نمی داشتند، یعنی نهی از منکر نمی کردند. و چه بسا و چه کار بدی است این کاری که آنها انجام میدادند. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که ابی سعید خدری رضی الله عنه آن را روایت میکنه میفرمایند که من رأى منكم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. هر یک از شما هنگامی که منکری رو دید، یا کسی از شما وقتی که منکری رو دید، پس اون منکر رو با دست خودش تغییر بده. اگر نتونست با زبان خودش، اگر نتونست با قلب خودش حداقل اون رو انکار بکنه، اون رو ناپسند بدونه. و این انکار قلب کوچکترین و پایینترین و ضعیفترین درجه ایمان هستش. یعنی حداقل کاری که ما میتوانیم آن را انجام بدهیم این هستش که ما آن را قلباً مذموم و ناپسند بدانیم، آن کار منکر. و الله متعال در آیه های مختلفی و متفاوتی با اسالیب متعددی ما رو به پذیرفتن امر الله و رسولش دستور داده. و در این آیه که خدمت شما عزیزان ذکر میکنم، الله متعال میفرمایند وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هرگز برای زن و مرد مؤمن درست نیست، جایز نیست، هرگز اجازه نداره هنگامی که الله و رسولش بر امری فیصله کردند، قضاوت کردند، حکمی رو بیان کردند، دیگر هیچ اختیاری نداره اون زن و مرد مسلمان، بلکه باید اون رو اطاعت بکنه. پس باید بدون چون و چرا اون امر الله و رسولش رو اطاعت بکنیم تا اینکه به سرنوشت بزرگ و تا اینکه به سرنوشت نیکی نائل آییم. همانطوری که الله متعال میفرماید ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هر کسی که اطاعت از الله و رسولش کرد، پس آنها با کسانی هستند که الله به آنها نعمت داد، از نبیین، پیامبران و صدیقان و شهدا و انسانهای صالح، یعنی در بهشت برین الله، در جنت خداوندی با این کسان هستند. پس همه ما آرزو داریم، همه ما تمنا داریم که با انبیا و صدیقان و شهدا و صالحین باشیم.
اما مسئله احکام بانوان، احکام زنها و اینکه زنهای مسلمان می توانند زینت خود را در مقابل چه کسانی آشکار کنند، در سوره مبارکه نور و در آیه 30 و 31 الله متعال به طور تفصیل این مسئله رو ذکر کردند که من مختصراً مفهوم آیه رو خدمت شما خواهران و برادران عزیز بیان می کنم. الله متعال در این زمینه می‌فرمایند که شما می توانید، یعنی خواهران مسلمان، قبل از اون الله متعال زنها و مردها، خواهران و برادران را به غض بصر یعنی چشم پوشی و حفظ چشم امر میکنه که این ما رو در واقع به این دعوت میکنه که با حفظ چشممون فرج خودمون و شرمگاه خودمون رو از وقوع در محرمات حفظ کنیم. و بعد از اون الله متعال میفرمایند که زنهای مسلمان میتوانند زینت خود را در مقابل برادرها و پدرها و فرزندها و داییها و عموها و فرزندان برادر و خواهر و همچنین ربیبه ها یعنی فرزندان شوهر و همچنین داماد و همچنین به طور تفصیل خلاصه در این آیه بیان شده و همچنین در احادیث نیز رسول الله صلی الله علیه و سلم مفصلتر اونها رو بیان کردند که ما اجازه داریم در جلو این افراد، در جلو این کسها زینت‌های خود را، در واقع خواهران ما میتونند زینت‌های خود را یعنی حجاب شرعی رو نپوشیده باشند، اما غیر از اینها باید حتما حجاب شرعی رو رعایت بکنند. اما صفت و ویژگی این حجاب شرعی چیست؟ این حجابی که ما رو در واقع، این حجابی که الله متعال خواهران ما رو به اون امر کرده چه ویژگی ها و اوصافی داره؟ مختصراً ویژگی های حجاب شرعی رو خدمت شما عزیزان بیان میکنم. اول اینکه حجاب در لغت به معنای ستر و پوشیدن هستش و پوشش هستش و یا به معنای مانع و حاجز هستش، یک چیزی که مانع بین دو چیز میشه. اما در اصطلاح شرع به معنای همان احکام و دستوراتی است که دین مبین اسلام برای حفظ و مسئولیت جان و نفس زن، جان و جسم زن، به معنای همان احکام و دستوراتی است که دین مبین اسلام برای حفظ و مسئولیت جسم و جان زن مشروع کرده است. و این حجاب باید دارای چند خصوصیت و ویژگی باشه. اول اینکه همه بدن زن رو بپوشونه. دوم اینکه این حجاب و این لباس شرعی تنگ نباشه که برآمدگی های جسم زن رو مشخص بکنه. سوم اینکه این لباس کوتاه نباشه که اعضای بدن زن هویدا و آشکار بشود. و چهارم اینکه این حجاب شفاف نباشه که باز هم این لباس شفاف نباشه که باز هم اعضای بدن زن در زیر آن آشکار و پیدا شود. و پنجم اینکه این لباس و حجاب شرعی زن مسلمان باید از لباس مردها نباشه، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم مردهایی رو که به زنها تشبیه میکنند، خود رو به شکل زنها در میارند لعنت کرده و همچنین زنهایی را که خود را به شکل مردها در میآورند لعنت کرده. و دیگری این که این حجاب و این لباس شرعی زنها نباید شفاف و براق باشه، به گونه این که همه نظرها و نگاهها رو متوجه خودش بکنه. و ویژگی های دیگه هم ذکر شده، مانند این که خوشبو نباشه، یعنی زن برای این که خارج از منزل و در دید نامحرم قرار بگیره نباید از بوی خوش و عطر استفاده بکنه که به مشام نامحرم برسه. اگر این عطر و بوی خوش به مشام نامحرم نرسه اشکالی نداره. و دیگری این که میگویند لباس شهره نباشه، یعنی لباسی که اون رو از دیگران متمایز و جدا خواهد ساخت.
پس خواهران عزیز و محترم، با توجه به فرامین الله و رسولش هست که ما خواهیم توانست رضایت الله رو و بهشت الله رو و همراهی و معاشرت با بزرگان صحابه و زنهای بزرگی همانند عایشه، مریم، فاطمه، ام المؤمنین ام سلمه و دیگر مجاهدان. نفهمیدم چی گفتم. بله خواهران و برادران عزیز، ما با اطاعت و پیروی از فرمان الله و رسولش میتونیم خوشبختی دنیا و آخرت خود رو تضمین کنیم. پس فراموش نکنند خواهران که تنها با اطاعت الله و رسولش و پیمودن صراط المستقیم هست که میتونند به آزادی و به سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت برسند، نه با پیروی و تقلید از فرهنگ‌های بیگانه و شرق و غرب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.